آنچه درباره شهادت حسین امام سوم شیعیان در واقعه کربلا در 10 محرم سال 60 هجری قمری روایت شده تا چه حد واقعیت تاریخی است و تا چه حد افسانه و خرافه های مذهبی. آیا روایت های شیعه از عاشورا همگی حقیقت است؟ آیا امام سوم شیعیان و خاندانش حقیقتاً در کربلا بی آب و تشنه لب ماندند؟ چرا بخش هایی از آنچه در این واقعه رخ داد نه در روزه ها و عزاداری ها و نه در قرائت رسمی و حکومتی از واقعه کربلا جایی ندارد؟ در روزهای عزاداری محرم چهره شهرهای بزرگ و کوچک ایران به صورت چشمگیری تغییر می کند و سیاه پوش می شود. بیرق‌ها و پرچم‌های سیاه و گاه سبز رنگ بر درها و بام‌های تکایا، مساجد، مؤسسات، ادارات، معابر و برخی خانه‌ها افراشته می‌شود. شیعیان سیاه می‌پوشند، خصوصاً در ظهر عاشورا. برخی چهره‌ها و موهایشان را گلالود می‌کنند. در این ایام زنان و مردان شیعه در مساجد و معابر و تکایا جمع می‌شوند، بر سر و سینه خود می‌کوبند تا عزا برپا دارند و با کشته شدگان واقعی کربلا که 14 قرن پیش در صحرای کربلا رخ داد ابراز همدردی کنند. برخی اسطوره شناسان و پژوهشگران با تأکید بر تداوم آیین‌های سوگ سیاوش میگویند که این آیین‌ها پس از اسلام بخش مهمی از سوگواری محرم و رویداد عاشورا را شکل می‌دهد. شواهد فراوانی وجود دارد که در ایران پس از اسلام عمده مراسم عزاداری به ویژه سوگ آیین غیر رسمی تحت تأثیر آیین سوگ سیاوش بوده و آثار آن تا امروز باقی است. در این میان هرچه به حوزه آمودریا نزدیکتر میشویم، سوگ آیین‌ها به آیین سوگ سیاوش نزدیکترند. دورترین اثر مستقیمی که از سیاوشان میتوان دید بین عرب‌های شیعه در عراق است که سوگ امام سوم خیش به ویژه زنان سر و سینه را برهنه و موها را افشان می کنند، زاری کنان بر سر و سینه می زنند و تا دیری موی خود را کوتاه نمی کنند. در بین اهل تسنن اساساً چون این رسم‌هایی وجود ندارد و این نشان می‌دهد که حتی در میان رودان آداب بازمانده سوگ ایرانی است، یا بهتر بگوییم صرفاً از دوره اسلامی ایران اثری دارد. کهن‌ترین یادگارهای سوگ سیاوش در دوره اسلامی یکی سوگ آیین‌های آسیای مرکزی مخصوصاً در بخارا است و دیگری کارهای عبدالرحمن ابن ابو مسلم خراسانی در استفاده از این آیین در تجهیز ایرانیان علیه حکومت عربی. به این ترتیب یک قیام بزرگ که منجر به حکومت بنی عباس شد با یک شعار ایرانی رنگ اسب سیاه سیاوش هویت یافت و به نتیجه رسید. از آنجا که این نهضت در خراسان و یکی از مراکز مهمی صورت گرفت که در آن آیین سیاوش کاملا شناخته بود، یعنی شهر مرو، رنگ ایرانی ماجرا و اثر سوگ آیین در شکلگیری و پیروزی آن بی تأثیر نبوده است. میدانیم که جامعه نیلی پوشیدن که بعدها سیاه پوشی و سیاه جامگی شده از آیین سیاوش گرفته شده است. سوگواری برای کشته شدگان کربلا در همان روزهای پس از این واقعه انجام شد. در 40 هنگامی که اسیران از شام به سوی مدینه در حرکت بودند، راه خود را به سمت کربلا تغییر داده و هنگامی که بدان سرزمین رسیدند با جابر ابن عبدالله انصاری صحابی پیامبر و تعدادی از بنی هاشم مواجه شدند و در آنجا به سوگواری و نوح سرایی پرداختند. سوگواری در مدینه اولین بار به پیشگامی سلمه همسر پیامبر اسلام انجام شد. در دوران امام 5 شیعیان که خود در کربلا حضور داشت و امام 6 شیعیان که مصادف با دوران ضعف بنی امیه بود، عزاداری به صورت مراسم سالانه رواج یافت. سایر امامان شیعه نیز در برگزاری مراسم سالانه برای کشتگان کربلا اهتمام داشتند. در این دوران تعداد زیادی از شاعران شیعه نیز اشعاری در مرثیه حسین سرودند. یکی از مهمترین دوران عزاداری برای کشتگان کربلا در قرن 4 و مقارن با حکومت آل بویه است. در این دوران حکومت‌های شیعی همچون علویان طبرستان، زیدیان یمن، همدانیان در شمال عراق، فاطمیان در مصر و آل بویه در عراق و ایران به قدرت رسیدند. عموم مورخان به برگزاری عزاداری به صورت عمومی در کوچه و خیابان در این دوران اشاره کردند.
در این باره ابن جوزی می نویسد در سال 352 قمری معزالدوله دیلمی دستور داد مردم در روز عاشورا جمع شوند و اظهار حزن کنند. در این روز بازارها بسته شد و خرید و فروش متوقف گردید. قصابان گوسفند ذبح نکردند و نانواها نانی نپختند و مردم آب ننوشیدند. در بازارها خیمه برپا کردند و به رسم عزاداری کرباس آویختند. زنان به سر روی خود میزدند و بر حسین گریه میکردند. حاکمان فاطمی مصر نیز با آنکه با آل بویه رقیب بودند از روش آنان در عزاداری پیروی کردند. بعد از واقعه کربلا اولین باری که مراسم عزاداری به صورت رسمی باب شد در سال 352 و در زمان آل بویه بود، یعنی حدود 300 سال بعد از آل بویه در زمان سلجوقیان این مراسم کمرنگ و یا حتی برچیده می شود و گهگاه تا حد یک سخنرانی در بارگاه امام علی پیش می رفته و دیگر هیچ. در زمان خوارزم شاهیان و ایلخانان هم رونقی نداشته است. صفویان مذهب تشیع را در ایران برقرار کردند. در این دوران پادشاهان صفوی عزاداری‌های باشکوه و بی سابقه‌ای انجام می‌دادند. سرود اشعار مذهبی تعزیه در رسای امام کربلا مرسوم شد. کاررنی در سفرنامه خود می‌نویسد در سر کوچه ها کرسی می‌گذارند و ملایی روی آن می‌نشیند و سخنانی در مصیبت کشتگان کربلا می‌گوید. مردم هم به دور او جمع می‌شوند و ملایان در بین سخنرانی میوه‌های فصل را تناول می‌کنند. در دوره صفویان موقوفات و حسینیه ها به کار افتاد. به گفته کاررنی مردم جامه کبود یا سرخ بر تن می‌کردند که جامه عزاداری بود. از این نکته می‌توان دریافت که لباس مشکی در آن دوره لباس عزاداری نبوده. تغییر مذهب مملکتی که بیشتر ساکنانش را اهل تسنن تشکیل می‌دادند کار آسانی نبود. به علاوه که شیعه تا آن زمان تشکیلات فقهی رسمی و منظمی نداشت و شاه اسماعیل باید فکری به حال این معضلات جدید می‌کرد. برای حل این مشکل شاه صفوی دستور داد تا گروهی از علما و فقهای شیعه که در لبنان میزیستند و به علمای جبل عاملی معروف بودند با احترام از لبنان به ایران آورده شده و اینها شروع به ساختن مناسکی اختصاصی برای شیعیان جهت تمایز این مذهب از دیگر مذاهب اهل سنت نمودند. همچنین صفویان گروهی از معتمدین خود را به اروپای شرقی فرستادند تا با مشاهده مناسک مذهبی ارتدوکس ها که اقلیتی در میان مسیحیان اروپا بودند رسوم و مناسکی برای شیعیان بسازند. این گروه پس از آنکه مدتی در میان مسیحیان تندروی ارتدوکس حاضر شدند مشاهده کردند که این فرقه از متعصبان مسیحی هر ساله در سال روز به صلیب کشیده شدن عیسی مسیح به خودزنی و نوع خاصی از عزاداری میپردازند. ماحصل این مشاهدات ساخت رسومی برای ماه محرم و مناسکی مختص به شیعیان بود که در میان دیگر فرق اسلامی تا پیش از آن باشنده نبود. در دوره کریم خان زند تعزیه خانی رواج بیشتری داشته. تعزیه خانی بدین شکل بوده که چند نفر لباس عربی می پوشیدند و صحنه اتفاقات کربلا را به نمایش می گذاشتند. این نوع نمایش به تعزیه خانی معروف شد. این نمایش در کاروانسراها و میادین اجرا می شد و اما در دوره قاجار ناصرالدین شاه خود را شیفته معصومین علل خصوص شهید کربلا نشان میداد. در این دوره عزاداری ها چه از لحاظ کیفی و چه از لحاظ محتوا کلاً تغییر کرد و هر ساله شروع به پختن غذای نظری می کردند و لباس مشکی بین مردم تقسیم می کرد و مراسم سخنرانی و تعزیه خانی را انجام میداد. میگویند بعد از سفرهای خارجیش و دیدن برنامه‌های کارناوال تصمیم میگیرد چیزی مشابه آن را در ایران بنا کند. در نتیجه با الگوبرداری از ساختمان رویال آلبرت هال در لندن تکیه دولت را میسازد. تکیه دولت با گنجایش 1000 نفر ساخته شد. برپایی سقاخانه، مراسم تشت‌گذاری، کفن پوشی و قمه زنی، زخم زنی و شمع روشن کردن و قفل آجین کردن بدن از رسوماتی است که در زمان ناصرالدین شاه باب شد. قفل آجین به این شکل بوده که بدن را سوراخ می کردند و به آن قفل می زدند. عملی بسیار دردناک و گاه منجر به عفونت و مرگ شخص می شده است.
در این دوره علامت‌هایی با چراغ تزیین می‌شده و به دورش پارچه‌های نظری می‌بستند و علامت را در کوچه‌ها می‌گرداندند و همزمان اشعار حزن‌آلود می‌خواندند. رسم قمه‌زنی و علم‌کشی و تشت‌گذاری و سقاخانه و پختن غذای نظری و پوشیدن لباس مشکی از این دوره به جا مانده است. پس از واژگونی حکومت قاجارها و در زمان رضا شاه بزرگ با مراسم عزاداری و قمه‌زنی و علم‌کشی مخالفت می‌شد و رضا شاه علاقه‌ای به این گونه مراسم نداشت و دستور توقف آن را داد. اما مردم که برپای این مراسم را نوعی عبادت می‌دانستند به صورت پنهانی و در جلسات شبانه در دهه اول عزاداری می‌کردند. رسم جلسات هفتگی و یا جلسات ماهانه یادگار آن دوره میباشد. در دوره پهلوی دوم سختگیری از بین رفت و مردم دوباره اجازه برپایی عزاداری داشتند. در این دوره مراسم قمه‌زنی و تعزیه کم کم رنگ میباخت. بسیاری از آخوندها این مجالس را موقعیتی مناسب جهت آماده کردن مردم بر علیه نظام پهلوی میافتند و در این جلسات سخنرانی‌های آتشین میکردند و خمینی رسما قیام کربلا را منشأ حرکت خود میشمرد و مردم را به آن دعوت میکرد، به گونه‌ای که در انقلاب 57 شاه را یزید زمانه و خمینی را حسین زمان میدانستند و انقلاب را حرکتی عاشورایی قلمداد میکردند. بعد از انقلاب اسلامی و به زعم انقلابیون پیروزی خون بر شمشیر، مراسم محرم شور و حال دیگری یافت و مخفیانه بودجه‌های میلیاردی برای این مراسم و برگزار کنندگان آن از خزانه دولت در نظر گرفته شد، زیرا بقای روحانیت به مراسم مذهبی وابسته است و حتی مراسم عزاداری‌های ایام فاطمیه با همان تقدس اختراع شد و علم‌کشی و سینه زنی و گلالود کردن سر و صورت، مراسم تشت‌گذاری و قمه‌زنی دوباره رواج یافت.